سلام، وقتتان بخیر. به یکی دیگر از ویدیوهای بایوگرافی پلاس خوش آمدید. از مهندس ساختمان تا ستاره محبوب سریال های ترکی، داستان الیهان شن. اگر از طرفداران سریال های ترکی باشید، احتمالاً چهره جذاب و کاریزماتیک الیهان شن را دیده اید، اما شاید ندانید که او بیش از بازیگری مهندس ساختمان و مدل حرفه‌ای بوده است. الیهان شن در 19 دسامبر 1987 در شهر شومن بلغارستان به دنیا آمد. خانواده او که ترک تبار بودند، زمانی که الیهان تنها 2 سال داشت به ترکیه مهاجرت کردند و در استانبول ساکن شدند. او دوران تحصیل خود را در استانبول گذراند و سپس در رشته مهندسی ساختمان از دانشگاه فنی یلدیز فارغ التحصیل شد، اما سرنوشت او در دنیای مهندسی رقم نخورده بود. الیهان از نوجوانی وارد عرصه مدلینگ شد و در سال 2009 موفق شد عنوان بهترین مدل ترکیه را کسب کند. او سپس در مسابقات بین المللی نیز درخشید و عنوان بهترین مدل اروپا را به دست آورد. پس از موفقیت در مدلینگ به سراغ بازیگری رفت و نخستین نقش‌های خود را در مجموعه‌های مانند شاهین تپسی و رامو ایفا کرد. اما شهرت واقعی او با سریال عشق منطق انتقام رقم خورد، جایی که نقش اوزان را بازی کرد و به یکی از محبوب‌ترین بازیگران نسل جدید ترکیه تبدیل شد. بعد از آن نیز در پروژه‌های موفق مانند سفیر حضور یافت و محبوبیتش بیش از پیش افزایش پیدا کرد. اما ثروت او چقدر است؟ آمار دقیقی از دارایی بازیگران منتشر نمی شود، اما برآوردهای مختلف ثروت الیهان شن را بین حدود 1 تا 6 میلیون دلار تخمین می‌زنند. درآمد او از بازیگری، قراردادهای تبلیغاتی و فعالیت‌های مدلینگ تامین می‌شود. این ارقام رسمی نیستند و تنها تخمین رسانه‌ها هستند. امروز الیهان شن یکی از شناخته‌ترین چهره‌های تلویزیونی ترکیه است، مردی که از یک دانشجوی مهندسی به یک مدل بین‌المللی و سپس به ستاره محبوب در دنیای ستاره‌های ترکیه تبدیل شده است. لطفاً چینل ما رو سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما کافی است دکمه لایک را فشار دهید.